امروز میخوام در مورد یک موضوع مهم و نگران کننده با شما صحبت کنم، در مورد افزایش خشونت بین بچه‌ها و نوجوانا و یک تحقیق جدیدی که در این مورد منتشر شده. سلام و خوش اومدید به گپ مپ، برنامه برای شما فارسی زبان‌ها، پناهجویان، مهاجرین. اگر مایل هستید گپ مپ رو سابسکرایب کنید، چون موضوعهایی که من بهش میپردازم در مورد به خصوص آلمان هستش و فکر میکنم برای شما هم جالب باشه. بچه‌هایی که الان اینجا در آلمان هستند و نوجوان‌ها، کمی وضعیتشون میتونیم بگیم نگران کننده است، چون بچه‌ها دیگه مثل قبل نیستن. توی آلمان خشونت بین بچه‌ها و نوجوان‌ها داره هر روز بیشتر میشه. چاقوکشی، درگیری، بی احترامی به معلم و پلیس، چیزایی که تا چند سال پیش شاید استثناء بود، حالا داره عادی میشه. اما چی باعث شد نسلی که باید آینده باشه اینطور خطرناک و خشمگین بزرگ بشه؟ یک تحقیق تازه از دانشگاه کلن و اداره جنایی ایالت نوردراین وستفالن یا لندس کریمینال امت منتشر شده و نشون میده که بین سالهای 2012 تا 2024 خشونت در بین نوجوانان در آلمان به شدت بالا رفته. وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن هربرت رویل گفته که جرم بین جوونا سر به فلک کشیده، حتی بین بچه‌های زیر 14 سال هم آمار نگران کننده است. طبق این بررسی توی دانش آموزای کلاس نهم خشونت حدود 22% بیشتر شده، ولی بین کلاس هفتمی ها این رقم واقعا تکان دهنده است، بیش از 114% افزایش یافته. یعنی تقریباً 2 برابر و نیم فقط توی یک دهه. نکته جالب اینجاست که هم بین پسرها و هم بین دخترها خشونت بالا رفته، ولی سرعت رشدشون بین دخترها بیشتره، چیزی که آدم واقعا تعجب میکنه. دخترهایی که تا چند سال پیش بیشتر از اضطراب و افسردگی حرف میزدن، حالا خودشون بیشتر از قبل در درگیری ها شرکت میکنن. به گفته محقق‌ها نیمی از دخترهای پایه نهم در سال 2024 گفتن از اضطراب و افسردگی رنج میبرن و این احساس در واقع و این فشار روانی حتی میتونه خودش مقدمه خشونت باشه. وزیر داخله میگه فاصله انفجار عصبی بین بچه‌ها کوتاه‌تر شده، خودکنترلیشون پایین اومده، یا به قول خودش زنجیر عصبانیت پاره شده. یعنی بچه‌ها سریعتر از قبل از کوره در میرن، در مدرسه، در خونه، حتی در خیابون. نمیدونم شما چه تجربه‌ای دارین، ولی میتونید در کامنت ها بنویسید. اما مشکل فقط توی مدرسه نیست، توی خونه ها هم آمار خشونت والدین علیه بچه‌ها بالا رفته. طبق گفته پروفسور کلیمنس کرونبرگ، محقق این پروژه، بین سال 2013 تا 2024 تعداد بچه‌هایی که گفتن از پدر و مادرشون خشونت شدید دیدن 135% بیشتر شده. من اینجا براتون یک آماری هم نشون میدم که شاید دقیق‌تر براتون واضح بشه عمق فاجعه. ببینید مقایسه بین سال 2015 و 2024 رو اینجا براتون نشون میدم و در واقع قسمت اول نشون میده که بچه‌ها گفتن که پدر مادر منو زدن، که 2024 اون عدد 3 رو که میبینید یعنی 36% افزایش پیدا کرده. در قسمت دوم نوشته که با یک شیئی منو زدن، که این هم باز 2024 رقم 2 رو میبینید 101% افزایش پیدا کرده. و در قسمت سوم نوشته که یک مخلوطی از زدن و زدن با یک شیئی که عدد 1 رو میبینید یعنی دقیقاً 42% افزایش پیدا کرده. یعنی دقیقاً 42% افزایش پیدا کرده. بیشترش هم از دوران کرونا شروع شد، وقتی خانواده ها زیر فشار اقتصادی، روانی و تنهایی بودن و همین بچه ها بعدها خودشون بیشتر احتمال داره خشن بشن.
دانش آموزا توی این تحقیق گفتن که هنوز هم کارهایی مثل دعوا یا تخریب وسایل عمومی براشون ناپسنده، اما در مورد قانون شکنی های کوچیک مثل بی احترامی به معلم یا انجام ندادن تکلیف دیگه خیلی جدی نمیگیرنش. یعنی احترام به قانون و نظم روز به روز داره کمتر میشه. این تحقیق بیشتر در شهرهایی مثل گلزنکirchen، مارل و هرتن انجام شده، از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین مناطق آلمان هستش. و اونجا خیلی از خانواده‌ها با مشکلات مالی، بیکاری و مهاجرت درگیرن. پژوهشگرا میگن این فقر و بی‌ثباتی اجتماعی خودش میتونه یکی از دلایل افزایش خشونت بین نوجوانا باشه. اما یه عامل مهم دیگه هم هست: شبکه‌های اجتماعی. پروفسور کرونبرگ میگه که نوجوانهایی که کمتر از گوشی و شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن معمولاً رفتار خشن کمتری دارن. به گفته ایشون حتی باید قانون بذارن که بچه‌های کلاس 5 هنوز اجازه داشتن گروه در پیام رسان‌ها رو نداشته باشن، چون زندگی آنلاین باعث شده که قبح خشونت از بین بره، از فحش دادن گرفته تا فیلمبرداری از درگیری‌ها و انتشارش برای خنده. در تحقیق همچنین به موضوع افزایش جرم بین بچه‌های مهاجر و پناهجو هم اشاره شده، در حالی که آمار جرم بین بچه‌های آلمانی 11 تا 13 ساله حدود 17% پایین اومده. بین دانش آموزای مهاجر توی 3 شهر بررسی شده آمار چند برابر شده. پژوهشگران میگن که این مسئله پیچیده است، از مشکلات ادغام فرهنگی گرفته تا وضعیت خانواده‌ها و فشارهای اقتصادی. وزیر داخله نوردرن وستفالن گفته که پلیس و دادگاه برای زیر 14 ساله ها عملاً کاری نمیتونن بکنن چون مسئولیت کیفری ندارن. این رو من گزارشم دادم، زیر 14 سال اینجا در آلمان در واقع هر کاری بکنی نمیتونن ببرنت دادگاه و مسئول بدوننت. ولی میگه که وقتی بچه حس کنه هر کاری بکنه و هیچ مجازاتی در کار نیست، اون موقع باید فکری کرد. یکی از پیشنهاداش اینه که برای مجرمان زیر 14 سال هم یک سیستم بازدارنده طراحی بشه، مثلا دوره‌های اجباری آموزشی یا نظارت روانی. یه جمع‌بندی بکنیم. آلمان الان با نسلی روبروه که بین دو جهان بزرگ شده: جهان واقعی که قانون و نظم داره و جهان مجازی که هر چیزی درش مجازه. سوال اینه چطور میشه دوباره تعادل رو برگردوند؟ چطور میشه به بچه‌ها یاد داد که احترام، کنترل خشم و همدلی هنوز معنا دارن؟ نسلی که امروز مدرسه میره فردا قرار کشور رو بسازه. اما اگه همین نسل الان با خشم بزرگ بشه، آینده چه شکلی خواهد شد؟ خوشحال میشم که نظرتون رو در این مورد در کامنت ها بخونم. اگر مایل هستید گپ مپ رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. راه ارتباطی از طریق اینستاگرام میتونید به من پیام بدید و سوالی، انتقادی، پیشنهادی، خوشحال میشم که بخونم. ممنون که گپ مپ رو دنبال کردید. شب روزتون خوش.